به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت همه شما هموطنان خوبم نازنین. انشالله که روزهای عید تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. تا عباداتتان هم قبول و مقبول درگاه حق بشه. کانون گرم خانوادگیتان هم پر از عشق و محبت و صمیمیت و دوستی باشه. برگشتیم همچنان در حضور شما قرار داریم. من تنها نیستم، در کنار من همکار بسیار خوبم نورالله شهیدی هم حضور داره. شهیدی صاحب سلام، وقت بخیر، عید مبارک. در ادامه جیبت باید بخورانی. ډېر زیات مننه میلا جان. سلام تا ټول لیدونکو ته درنو میلمنو ته په دې هیله چې روغ او جوړ به د اختر د پاتې ورځې به هم په خیر خوښۍ او خوشحالۍ را سره تېرې کړي او روژه به هم په خیر سره تېره کړي. په میلا جان خو ډېر زیات تاثیر کړی دا خو به تاسو ته معلومات کېږي، خپل تصویر کې نو کتلی شئ او په دې هیله چې لیدونکو هم په خیر سره تېره کړې وي. الله پاک مو عبادتونه په خپل حق کې قبول او منظور ګرځوه. بله، ما تنها نیستیم، در کنار ما مهمانان و اگر مخلص بگویم قهرمانانی که همواره به نمایندگی از افغانستان رفتن بیرون از مرزهای کشور، افتخار آفرینی کردند و افتخار آفریدند برای مرز و بوم افغانستان. ورزشکاران رشته مبارزات آزاد افغانستان که قبل از رمضان اعزام شده بودند به کشور ایران و خوشبختانه با دستان پر افتخار دوباره برگشتند به کشور ما. بله، نو له اتلانو سره به هم خبرې لرلو، قهرمان جوړونکو او همداشان قهرمانانو سره. نو موږ هم په دې اختر کې بختور یو سره، ځکه چې زموږ اختر له قهرمانانو سره یو ځای دی. د اختر اوله، دوم او درېیمه دلته په دفتر کې چې کله راځو نو یوازې نه یو، قهرمانان او اتلان را سره یو ځای دی او له دوی سره یو ځای اختر لمانځو. دا هم زموږ یو بختورتیا ګټه ده. بله شهیدی صاحب، چه خوب است بریم پیام های هموطنان ما را، پیام های ورزشکارا را که عید تبریکی گفته با هم ببینیم. سریع برمیگردیم، گفت و شنود ما با مهمانان معزز ما آغاز خواهد شد. سلامونه هیوادوالو، زه عبدالمالک د افغانستان ملي لوبغاړی د کوچني اختر ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. اختر د خوشحالیو موسم دی، راځئ د ټولو سره دا خوشحالي شریکه کړو. نیکمرغه کوچنی اختر مو مبارک شه. ډېره زیاته مننه خوږو کتونکو چې تر دام ګړی له موږ سره یاستئ اختر له اتلانو سره. نو له موږ سره هم اتلان، قهرمانان او قهرمان جوړونکي شتون لري. له استاد څخه به شروع کړو. استاد تاسو ته ښه راغلاست وایو، اختر مو مبارک شه. ډېر زیات ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما که ما را دعوت کردین در برنامهتان. اولتر از همه عید ماه مبارک رمضان تبریک میگم به تمام وطندارای عزیز ما، چی در داخل از کشور هستند چی خارج از کشور هستند. تا عبادتشون قبول باشه. انشالله یک عید خوش و خوب همراه فامیل خود و دوستان خود داشته باشه. بله، سپاسگزار هستم. تبریک میگم. بسیار تشکر استاد. عید به شما مبارک باشه. بریم به سمت خلیل ارسلانی، ورزشکار رشته مبارزات آزاد، ورزشکاری که در خیلی سن کم پا به دنیای مبارزات آزاد گذاشت و مثل ستاره میدرخشه. خوشبختانه ارسلانی صاحب سلام، وقت بخیر، عیدت مبارک. رمضان چگونه سپری شد؟ میشه که گفت و شنودی داشته باشی با هموطنان ما. مننه، خیر اوسې. اول قدم کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، استاد همکارانو ته، درنو میلمنو ته د دې کوچني اختر مبارکي وایم ټول هیوادوالو ته. خدای دې وکړي چې ارام او خوشحاله اختر مو پیل کړی وي. سپاسگزار هستم. ډېره زیاته مننه. میلا جانه، نو نور اتلان هم او قهرمان جوړونکي هم را سره ستل، دې سره به هم اختر مبارکي ولرو. استاد تاسو ته هم ډېر زیات ښه راغلاست و ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه. اولتر خب عید برای خودتان، برای هموطنان ما عید ماه مبارک رمضان به همگیشان تبریک میگم. خدا کنه که ماه مبارک رمضان از ما خوشنود رفته باشه و عید سعید، عید به خوشی و خوبی سپری کنند. سپاسگزار هستم. یک تن از قهرمانان پیشکسوت ماست که مسماست با ماما شفی. انشالله گفت شنودی داریم با ماما شفی و در لابلای برنامه از برنامه‌های آیندهشان و همچنان دستاوردهایشان از خودشان میپرسیم. همچنان قهرمان وزن 70 کیلوگرم، قهرمانی که کمربند 70 کیلوی سازمان MKFC میراج هاشمی هم حضور داره. هاشمی صاحب سلام، وقت بخیر، عیدت مبارک باشه. عید مبارک دل طوفانی میدان، با غیرت مردی تو حیدر شو برادر.
سلام خدمت همه شما وطندارای عزیز، خدمت همه شما کارکنان تلویزیون ملی و کسایی که در داخل و خارج کشور هستند. عید سعید فطر از صمیم قلب برشان تبریک میگم. خدا کنه یک عید پر از خوشی و موفقیت داشته باشه. سپاسگزار هستم. عید خودتون تبریک باشه. انشالله که از روزهای پرمیمنت رمضان هم همه ما و شما استفاده اعظمش کرده باشیم و یک رمضان پر دستاورد پشت سر گذاشتانده باشیم. شهیدی صاحب شروع بکنیم بریم به سمت مهمانای ما. اول از جناب موسی افغان صحبت میکنیم. استاد بیایم در مورد عید ورزشکارا صحبت بکنیم ابتدا، قبل از اینکه بریم روی دستاوردها و سفر اخیرتان که به کشور ایران داشتین صحبت بکنیم. چطور بود عید استاد؟ رمضان چطور سپری شد؟ در برنامه‌های تمرینیتان کدام تغییراتی نسبت به روزهای عادی میآید در رمضان یا خیر؟ خب تشکر میلاد جان. ورزشکارا خو در ماه مبارک رمضان اسپارنگا و کلی بند نباشه به خاطر فایترها وگوار نشن، روزشان خراب نشه و روزا می باشه مشکل از باز. فقط تمرینات فیزیکی است و حرکت‌های شکم است، مقصد از بدنشان از فرو نمانه. بله. و دیگه مثل دیگه وطنان عزیز ما ورزشکارا که روز اول عید بعد از نماز عید مبارکی همراه پدر و مادر فامیل میکنن. باز با عید مبارکی بر استاد خود میرن که قوالیت است. دیگه شکر الحمدلله تا فعلا خوش تیر شده. بله. و بعد از اومدیم در برنامه خودتان. سپاسگزارم. بسیار تشکر. افتخار بخشیدین که حضور پیدا کردین به خانواده ملی و ملی سپورت. شهیدی صاحب از سمت ارسلانی صاحب صحبت بکنیم یا بریم نوبت به قهرمان پیشکسوت ما استاد شفیع بتیم؟ لو استاد شفیع څخه بزود ارسلانی صاحب په طرف باندې او بیا بزود آشنی صاحب په طرف باندې. سوالی از جناب استاد ډیر زیات وخت مو په ورزش کې تیر کړی دی او په ورزش کارانو سره ډیر زیات پاتې شوي یاستئ. مخکې لیدل څنګه چې استاد څخه مو پیل وکړ چې د ورزش برخې ته راسو، ستاسو اختر په خپله څنګه مو اختر د 2 ورځې پای ته ورسولې او تر دامګړۍ پورې مو راورسولې؟ ورزش خب ماه مبارک رمضان ما خب یک تایم تمرین میکنیم که از 4:30 تا 5:30 و هم اسپارنگای ما مکمل بند است که اسپارنگ کنیم. لابزنی بسیار با مشکل میکردیم رامپتا استاد دیگه حرکات های شکم مثلا فیزیکی که وجود خراب نشه دیگه مو حرکات ها را میرفتیم. دیگه ماه مبارک رمضان صحیح سپری شد، عید بسیار صحیح تیر شد. دیدن استاد خود میرین، دیدن پدر مادر رفتیم، مادر خدا بیامرزه، دیدن پدر ما رفتیم، اقارب دیدن کردیم، پدر ما را دیدیم. دیگه اینا پیش خودتون رسیدیم. تشکر. خیلی خوش آمدید. سپاسگزار هستم. استاد در رابطه با بیان بر ما بگوین که خودتان مشخصا نزد کدام استاد تمرین میکنین؟ ما خوب از ما کلگی استادایم از بود خاص کرد دیگه از ما الحاج عبدالواسع قیومی دیگه ترینرای ما استاد موسی که زیاد زحمت میکشن همیشه، استاد امریدینشان است که زیادتر سر ما کوشش میکنن. باز استاد عمومی ما دیگه که هست استاد عبدالواسع قیومی است که ما جهان سپاسگزار هستیم ازش. یک جهان تشکر که قلاق سنگ جور کرد مقابل حریفای ما استفاده میکنن. بله ان شاء الله به خودت برمیگردیم استاد. بریم به سمت ارسلانی صاحب. ارسلانی صاحب بیدره تا بیندم چگونه سپری کردی و از برنامه هایت برای ما بگو. علاقمندانت منتظر هستند که خلیل ارسلانی بار دیگر در کدام تاریخ پا به قفس مبارزه خواهد گذاشت؟ عید را خوب سپری کردیم دیگه، روزام خوب سپری شد. مسابقه دیگه بخیر، تاریخ مسابقه دیگه اصلی معلوم نیست که چی وقت است. خب بعد از عید بخیر مسابقه مشخص میشم مسابقه. بله. پلان داری که داخل کشور مبارزه بکنی یا بری بیرون از کشور؟ خود دیگه قسمت کجا بود دیگه همونجا مبارزه میکنیم. مچ میکردم دیگه خود استاد افغان است. استاد موسی افغان. نو خلیل جان من د روزي ډیر تاثیر نه کړی، ډنګر شوی نه ده چې ته چکر ته تللی تر اوسه پورې په اختر کې که نه هم پلان لري چې چکر ته وځې بعضې ولایتونو ته په چکر؟ بس د ستاسو برنامې نه څه وځي له خیره پلان لري زه او استازو د نورو دوستانو سره لاړ شو چکر ته. تاسو د برنامې نه بعد له خیره ځو چکر ته. شهیدی صاحب گفت که اصلا تغییرات در وجود خودت دیده نمیشه با وجودی که 30 روز ماه مبارک رمضان پشت سر گذراندی.
یک شوخی بکنم، چند روزش نگرفتی چند روزش خوردی؟ یعنی فضل خدا کلش گرفتیم تمام نخوردیم. مگم نکته را گرفت استاد. به نظرم خلیل جان ایدار نازدانه است که روزه را خواب بودن. در خواب خوب تیر میشه. تمرین تمرد لولو مشکل نه و تمرین تمرد لولو خو واقعیت خبره لګي خراب کړی ولو اوس موږ یو ملګری او اوس مې ولید ماته ویل روزه د باندې لکه تاثیر کړی ډیر خراب کړی که په واقعیت باشه خراب کنه مره. بله استاد موسی افغان از خواب یاد کرد. هم یک فکری است استاد میگه که کسایی که روزه را در خواب سپری میکنن باز پاداششون در خواب ببینن. بسیار خوب بسیار خوب بسیار تشکر ارسلالی صاحب. هاشمی صاحب که کمربند وزن 70 کیلوگرم هم در اختیار داره، از خودشان میشنویم چطور بود برنامه تمریناتی خودت در ماه مبارک رمضان؟ بلند برده بودی یا پایین آورده بودی تمرینات، فشارهای تمرینات؟ در ماه مبارک رمضان زیادتر فوکس ما سر گربلن پالوانی و فیزیکی بدنسازی بدن است. بله. درباره بعض تکنیکا زیادتر درباره تکنیکا حرکات‌های زمینی و زمینی گربلن زیاد کار میکنیم، بخاطر اگر فایت‌ها اسپارینگ‌های ساده کنیم گفته استاد موسی افغان با روزه ما میشه خراب شه، بخاطر ضربات میخوریم. بله. دهن بینی ما خون میشه باز. بله. به مو اساس دیگه یک ذره فشار تمرینات پایین آوردی؟ نه فشار گفتم سر از بوکس استاده نبود، سر پالوانی و فیزیکی بدن داشتیم. بسیار خوب. و شهیدی صاحب نو د اختر څخه وراخوا د دوی د تمریناتو په اړه به هم ورسره غږیږو. راځو استاد ته. استاد په خپله باندې څومره د نوي ځوانانو سره نوي ځوانان چې تاسو ته مثلا کلب ته درځي تمرینات درسره ترسره کوي، څومره تشویقوئ، څومره کار ورسره ترسره کوئ او څومره انګیزه اخلي دغه لوبغاړي؟ ما کم همیشه داخل کلاب میشم یا کلاب که میرم ما اصلا خودم اصلا میخوایم از جوانا من نیروی خود بگیرم. جوانا سنمک سعی میکنن و از ما پاور میگیرن دیگه. ما برای جوانا هم یک الگوستم بدی سپیدا هم یک الگوستم دیگه. خوشبختانه که می مسابقاتی که ایران رفتیم ما بسیار تشویق شدیم دیگه. که استاد موسی بود خود عبدالواسع قیمی بودن پیدا نفرایی که رفتیم ما تقریبا 6 مدال طلا آوردیم، 10 مدال نقره آوردیم دیگه، 13 مدال برنز آوردیم برای بیرق افغانستان همونجا. انشالله روی سفر اخیرتان صحبت میکنیم استاد شفیع. استاد در مورد سفرتان برای ما بگوین. قبل از اینکه ماه مبارک رمضان آغاز بشه شما برگشتین به کشور و خوشبختانه با دستان پر هم برگشتین. از کاروان تیمتان برای ما بگوین چند نفر رفته بودین به کشور ایران، جایگاه چندم گرفتین و در کل از دستاوردهایتان اگر صحبت بکنین. خب تشکر میلاد جان. با فکرم وقت ما از ایران آمدیم شما یک برنامه در مزار بدین. دیگه ما تیم 27 نفری فدراسیون ورزش‌های رزمی افغانستان که به سرپرستی استاد عبدالواسع قیمی و ترنر تیم ما بودم در مسابقات کشور ایران در شهر کرمانشاه اشتراک کرده بودیم. خوشبختانه ما در بخش مبارزه‌ای 5 مدال طلا گرفتیم، 9 مدال نقره گرفتیم، 4 برنز گرفتیم و در بخش جستک عبور از موانع بازی‌های ذهنی چند استایل داشت بازی‌های ما دیگه. ما مشفی در بخش مبارزه‌ای کس حاضر نشدم رای دی سن سال فایت کنه. باز در بخش جستک مسابقه داد که ماشاءالله خوب جوانا را تانیست شکست بده و مدال طلا را بگیره و در کل ما 27 مدال گرفتیم که دستاورد خوب بود با فدراسیون ورزش‌های رزمی و تربیت عمومی افغانستان و با خود ورزشکارا قهرمانایی که در این دور اشتراک کرده بوده. بسیار خوب. انشالله که این دستاوردها همین رقم پاورجا باشه، متداوم باشه و بریم به سمت ماما شفیع. اکثرا در اواخر بازی های خودت بنابر یک دلیل کنسل میشه یا حریفت انصراف میده یا یک مشکل پیش میاد. به نظر خودت مشکل در کجا از حریف پیش از که کریر ورزشی خودت انالایز بکنه منصرف میشه یا کدام وهم ذاتی داری خودت؟ اینا خو نمیفهمم. خب مقصد تمرینات ما البته میبینن که استادای برجسته سر ما کار میکنن. فیزیک ما الحمدلله شکر از بچه‌ها نمیگم بچه‌ها بگم ما چیز میگن الحمدلله شکر فیزیک ما از بچه‌ها که بالاتر است. بعد مدال طلا که مثال گرفتیم استاد موسی گفت که ما در بخش امور از موانع
تیر شدن از موانع کل از فیزیک است. بسیار یک دور از حلقه تیر میشی و از رسپان تیر میشی، از بسیار همه که تیر میشد مفتاد. من که 4 مملکت رسیده بودم، روس، تاجیکستان، قزاقستان، ایران. من توانستم که مدار اطلاع را از آن خود بسازم بیارم به افغانستان. ماشاءالله. واقعا ترس جا کس اما زور دین ماست که یار تکان میده حاضر نمیشن دیگه. ما خو میدیم که باید حاضر شین، بالا میشیم باز حاضر نمیشن. بسیار خوب. میلا جان زموږ سرنوی میلمانه درشه ستړي مشه بخیر او خوش آمدید نیدیتان تبریک. والا نوش جان نوش جان. استاد ای خو بچه‌تان است؟ یوسف جان بچه کلانم است، عثمان جان بچه خوردم است دیگه. امروز شله بودن میگه استاد اگر مایک تنها میری ما را مبارک. استاد چه قیدی برش دادن؟ اینا ریدی دادن نه همین طور. خب از یا شایدی سای بیدی از یا خروز است. خب بازی تا که دی نبانن نگیرن دیگه ما از خانه نمیمانن که بیری بر. خب خیر است دید باز هر روز فرق میکنه، مقدارش فرق میکنه. یه روز اول یک مقدار از دوم سوم. اگر در واقع ببینیم ایدم از این مردم است. بله. یعنی یک وقت ما شما طفل بودیم بسیار به میید یک تدابیر خاص میگرفتیم. مگم فعلا ما شما دیگه ذره کارا و بار زندگی مشکلاتا کولت سن. بله 100% دیگه گفته خودت اصلی دادیم طفلاست. بله. حالا جان نو بفرمایید سبار و وقتار نمی چای در وقت چای استفاده کنین، از جوس تازه ما استفاده کنین، از میوه خشک، اینا تمامش در اختیار خودتان است. یعنی چای خوب مزه‌دار بود. بله نو در اختر روز زندگی پاره ډیر زیات خورل کېږم نو استاد ډیر زیات کورو ته فقط هغه نیم ګلاس چای دومره خوړل چې نور زیات خوراک هم نه کېږي. بله. همچنان هاشمی صاحبم در مورد برنامه‌هایش میپرسیم که برنامه‌های آینده است چه قرار است. حالا که کمربند وزن 70 کیلوگرم هم نزد خودت است، آل مسابقه که نباشه همین کمربند چی به درد میخوره؟ باید ایره در رقابت بگذاری دیگه. بسیار گپ خوبی را ارائه کردی. این کمربند که است تنها نشانه زحمات من نیست، بعد از نمادی از آینده هر آن ورزشکاری است که در سختی های روزگار در مشکلات زندگی را پای هم میگیره و قهرمانی میرسه. و این پیروزی کمربند شروع کار است که ما به نمایندگی افغانستان به سطح بین الملل از افغانستان نمایندگی کنم، بجنگم و بیرق بلند کنم. بله انشالله. پلان چه است؟ بیرون از کشور میری؟ یک تعداد از وطندارای ما همین رقمی که میره سمت کشورهای بیرونی به خاطر مسابقه بازم تو سر میکشن میرن طرف اروپا. خودت خامت پلان خو نداری؟ میلاد جان خود نقطه خوبی را خیلی گفتی. به خاطر سفرهای خارجی خیلی خوب است، به خاطر ترقی ورزشکارای ما، به خاطر شهرت ما ورزش میکنیم. هدف ما است نه است که تنها در افغانستان فایت کنیم، هدف اصلی ما است که در سطح جهانی بین الملل بیرق افغانستان به اهتزاز در بیاریم. و زیادتر فایترهای ما میره به کشورها که از اونجا به کشورهای دیگه سفر میکنن. این به خاطر نیست که ملک خود دوست ندارن یا از افغانستان فرار میکنه، این به خاطر این است که او کشورهای اروپایی زمینه خیلی خوبتر فراهم است به پیشرفت و ترقیشان. بله. و در او کشورها زودتر میتوانن به افغانستان دستاوردهای خیلی خوب بیاره و بیرق افغانستان در سطح جهان بلند. خوشبختانه حال شرایط افغانستان هم خوب است دیگه. مسابقات در بخش‌های گوناگون راه اندازی میشه. یک خبر خوش دیگر را که شما نگفتین با شما بگیم، امی اصلیتون هم دولت پرداخت. چند روز پیش ما خود ما رفتیم کنفرانس خبری را کاور کردیم و گزارش آماده کردیم. بله میلاد جان گل، اصلی بخش فایترهایی میشه که در المپیک از عضو تیم ملی. بله. باز فری فایت که از سازمان شخصی است. بله. مثلا سازمان های MKFC، زایت FC، OFC یا که است سازمان های شخصی است. بله. این نوع اصلی از دولت یا از المپیک نمیگیره. بله. امی کمربند خودت شرایطش چه قسمی است؟ تاریخ انقضا داره یا تا آخر عمر دیگه پیش خودت است؟ خب میلا جان بنابر دلایلی که سازمان MKFC دلایل فنی پیدا کرد، مسابقات برای یک چند وقت اندک بند است. بله. ما 4 فایت کردیم کمربند گرفتیم و بعد از هر کیم بیام که فایت میکنم مشکل ندارم. خود تا فعلا تا که در افغانستان باشم صاحبش من هستم. بله. تا و هر کی که چالش بده او مطابق شرایط باشه ما کیش فایت میکنم. مت نیست که ما گرفتیم قراره که در خانه خو کنم. نه، هر وقت مسابقات برگزار شد هر کی که بیا بسم الله. بله. و تو نشه که باز دمی روزایت بیا نفر دمی خانه تا چالنجت بده. بازوره چه قسمی کنی؟ نه و
فری فایترها خیلی از اخلاق خوب، خیلی از افراد خوب نسبت به جامعه هستند. دایدی کردن میره، اما چالنجی ها که نسبت به میارات سازمان ماست. کدام وقت زنگ من برات نامده که آدم تو بسیار دمی سوشال میدیا هم گپ میزنی، در تلویزیون هم میری گپ میزنی که ما آماده هستم به این چالش هستی. این چالش بازی در بین ورزشکارای افغانستان بسیار معمول است. چند وقتی اول که من نو کمربند گرفتم، تقریبا 10 ماه پیش بود که کمربند گرفتم، زیادتر مردم برام زنگ میزد بیا همراه ما فایت که در سوشال میدیا عکسای خود که یک جای من انداختن که بهترین حریف با خاطر گزینه ما براتون هستم. باز ما گفته بودم به سازمان که هر کدامش لیاقت فایت با مرا داره، دمو روند دمو ریکاردای صحیح است، ممرایش فایت میکنم. باز بعد چند مشکلاتی که به سازمان KFC پیدا شد، فعلا دیگه چند وقت مسابقه نیست و فایت اصلی در داخل قفس در زندگی است. با خاطر مشکلاتایی که در زندگی پیش میآید باید همه فعلا شرایط آمده همه مردم قهرمان باشه. نمیگم من قهرمان هستم دیگه نیست، باید از کل ای قهرمان باشه، چی در رشته درس باشه، چی در تجارت باشه، چی در هر عرصه‌ای که باشه، باید همه ما قهرمان باشیم تا یک ملت قهرمان قوی داشته باشیم. بله بدون شک. نو د استاد شفیق په طرف ورزو، استاد لکه څنګه چې په خبر سوي یاست موږ ته داسې یو څه ناڅه ګنګوسې او اوازې رارسېدلې چې استاد په راتلونکي کې مسابقې لري، نږدې راتلونکي کې دا رښتیا دي نه دي که دې له چا سره دي څه وخت دي معلومات شته؟ بله یا مسابقه ما حقیقت داره در تاریخ 25 ثور در شهر هرات که یک پاکستانی ما جوره شدیم که مسابقه موجز بخیر با در تاریخ برج 3 گفته ایرانی ها برج 3 در چند جوزا که در ایران ما دعوت شدیم از طرف مهاجرین افغانستان کجا بین 26 مملکت بعد مسابقات است، کجا مسابقات ما اوجا دعوتنامه رایی میکنن که ما بخیر با طرف ایران هم میرم. استاد روزان تیر شوی استاد بنو پورا په روزي کې تمرینات به هم وي، نو تاثیر نه کوي څومره ورته آماده هستید د مسابقې ته د ایرانی سره وړاندې؟ تاثیرات خدا را تاثیرات خدا میکنه. پیشتر گفتیم اگر من روزانه همه دوستای ما میفهمن که من 3 تا تمرین میکنم در روزای بدون روزه، من 3 تا تمرین میکنم به خاطر کار ما مبارک رمضان است تو دروغگویی نشه. یک تایم ما از 4:30 تا 5 تمرین کنم، بعد از افطار ما فتنس باز میریم از فتنس میکنم به خاطر خود نگاه میکنم که جانم خراب این دیگه تقسیم اوقات روزای رمضان است دیگه. در عید خب فعلا رخصت هستی، فارغ هستی. عید به خاطر از که بغلان دستایم کلش درد میکنه نمیشه از بی تمرینی. بله یک سری صحبتایی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه که خودت گویا ولی اوتک و کسایی که در سازمان UFC چالش کردی اونا را، اینا استاد جور شده دیگرا یا مستقیم خودتان چالش دادین؟ اینطور است که مثل قهرمان که نه قهرمان ساز است هستن کلی دوستاست مشناسن به خاطر محبت که ما دارن ات بالا میشم به میل ساتری خود که بالا میشدم ولی اوتک چالش میدادم. موسی افغانی یک دو چالش دادم سر قفس بالا شد، ما پیش نفراج از پشتم استاد موسی چطور چالش دادی به خاطر محبت میکنن که الحمدلله میفهمم که کل جا پر پاور است. دیگر نه برای دیگر بر ما جور کرده بودن، یک رسانه انداخته بودن که ما آنی چیز چالش دادیم تایسون. مایک تایسون بسیار خوب. بعد دقیقه میرم میخواستم پرسان کنم. بیخی بر ما یک جنجال خلق کرده بودن او برادر گفتم تایسون کس یک بوکسر اروپایی است، ما کس یک فری فایتر هستم. من نمیتونم کل چالش بدم، هر کدوم که داد چالش بدم مسافه خود چالش میتونم. خودم گفتار میکنم. باز اینجا اداره المپیک مرا گفتن بیا حاضر شین اینجا بگو گفتار تو اگر تو کار نکنی. من استاجم داخل چیز بسیار رسانه گفتن که بیادر جان ما چیز چالش ندادیم تایسون. باز از جانب تایسون کدام پیام چیز خوب؟ نه البته نرسید گپ پیشش. خوګو کتونکو اختر له اتلانو سره خبرونه دوام لري، قهرمانان و اتلان موږ سره شتون لري. لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، محمد ذکریا زمانی هستم، یک تن از بکسران پروفشنال افغانستان. عید سعید فطر از صمیم قلب به تمام مسلمین جهان بخصوص به مسلمانان افغانستان در تمام جهان مبارکباد عرض می دارم. انشالله که عید به خوبی و خوشی در کنار فامیل های خود آغاز و ختم نماید انشالله. اختر یوازې د نوې جامو نه بلکې د پاک زړه ښه نیت او مینې نوم دی. کوچنی اختر مو مبارک شه.
عصمت عالم ما د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی ټولو هیوادوالو ته د را روان کوچني اختر مبارکي وایم. درود مجدد، برگشتیم. انشالله که روزگارتان مثل روزهای عید خوش باشه، شیرین باشه و همین رقم در کنار فامیلای معززتان خوش باشین و هر روزتان مثل روزهای عید سپری بشه. بریم به سمت استاد موسی افغان، استادی که مسماست به قهرمانساز. استاد در مورد شاگردایی که زیر نظر خودتان تمرین دیدن و حالا در سکوهای بلند دیده میشه، چطور است معاشرت اونا حالا با خودت، اونایی که بیرون از کشور هستند و به جایگاه و به شهرت و محبوبیت رسیدن؟ تشکر میلاد جان، لطفتان است. والا شاگردا خو در این تحولات اکثر بچه ها مسافر شدن، کسی به کشورهای اروپایی، کسی امریکایی، استرالیا، کانادا. بله. اما خوشبختانه اما شاگردکایی که اینجا ما سرشان زحمت کشیدیم. امید جان است مشهور به دست شکن، دلار است، شیرنوروست، عظیم جان است، زایند است. بله. دیگه هم بچه ها انشالله مسابقه کده میرن، نتیجه خوب هم دادن. بله. همراه ما تماس هستن، در برنامه خود از ما مشوره میخواین. بله. چون دیگه حالا ما دور هستیم، فقط هم مشوره برشان داده میتونیم. بسیار خوب. دیگه خوب هستن میلا جان. یعنی در ارتباط هستین نتیجه بله 100%. امید گفتین، امید یکی از امید مشهور به دست شکن. بله میشناختیشه. در کابل هم یادش بخیر وقتی که مسابقه میداد تمام تمرکزش روی دست حریفی بود و حریفش هم میفهمید که نمی آدم اگه مجال بتیم دیگه میره روی دست. یادش بخیر، هر جایی باشه حال دلش خوب باشه. ارسلانی صاحب، من حیث پرسش آخر پرسان میکنم، جایگاه خودت در رشته مبارزات آزاد در کجا میبینی؟ یعنی هر انسان در هر بخش، در هر بود زندگی به خود یک جایگاه و موقف تعیین میکنه که باید اونجا برسه. خودت جایگاهی را که برای خودت مورد هدف قرار دادی کدام جایگاه است؟ خو خپل لکه آینده کې څه غواړم کنه نو خپل زحمت زباسم الله تعالی راته څه په قسمت کې لیکلی نو هغه به رارسیږي. نو خپل هدف مې دا ده چې جیږي جیږي سازمانو کې ولوبېږم، خپل وطن ته افتخارات راوړم، خصوصا دا مې غټ ارمان ده او انشاءالله چې دا ارمان مې پوره شي چې له خیره په UFC کې ولوبېږم، له خیره که د الله رضایي. انشاءالله روزی شوه که خودت پشت سر دیگه قهرمانانی که تازه راه یافتند و کسایی که از ابتدا بود در سازمان UFC به نمایندگی از افغانستان، روزی خلیل ارسلانی هم ببینیم که در وزن خودش برای مردم افغانستان افتخار آفرینی بکنه. خوږو کتونکو د اختر دویمه ورځ ده، ډېره زیاته مننه له خپلو مېلمنو څخه هم له ماما شفیع څخه پوښتنه کوو. البته وروستی پیغامونه د تاسو ټول لنډ لنډ اورو. د اختر په اړه مینوال ته څه پیغام لرئ؟ وروستی پیغام مو لیدونکو ته وړاندې کړئ. پیغام ما میست اگر با کس جنگی هستین در این جنگی بودن صحیح نیست. چرا گفتار خود رسول خداست که از سه روز اگر جنگی بودی باز خداوند نمیبخشه. باید برین دوستایتان بغل کشی کنه کتش گذارده هستین، خیر است اگر اونا خورده هستن، شما کلان هستین، با بزرگواریتان ببخشین، چون خورده بیاید پیشم بزرگای خود و بیاید به ادب احترام خود استاد شوند، چون صمیمیتتان زیاد شوه. هیچ خوب نیست که دشمنی کنه آدم. دیگه خلاصه اگر ورزشکار است، اگر آدم عادی دیگه خشونت به خرج نده. الحمدلله شکر ورزشکار قدر خشونت نمیکنه. ورزشکار دو تا بگو پس و آرام است. مقصد از آدمای عادی خواهش میکنیم که آشتی کنه. ان شاء من نیست گفتنی آخر گفتنی را دارم که مبارزه اصلی در رنگ نیست بلکه در ذهن ماست. بله. ما این کمربند که میخواستم ببرم 3 سال پیش بود که ما اولین فایتم در سازمان MKFC بود. پیشوری همه گفتم که کمربند یگانه کسی میبره ما هستم. این مردم زیاد میگفت این نمیتونی، زیاد کسای دیگه است، اما بالاخره این را ما بردم. در روند زندگی باید کوشش کنیم آواز پیش خود او را ببریم و از خاطر این کمربند استاد ولی اوتک مرا زیاد حمایت کرد. تشکری از استاد ولی اوتک میکنم و از عبدالبصیر محمدی که مرا زیاد گذار هستم. بسیار تشکر. همچنان میریم به سمت استاد موسی افغان. بسیار کوتاه اگر کدام گفتنی است، همین گپ که تا هیچ نگفتی در رسانه. تشکر میلاد جان. انشالله تو گپ شاید نباشه که تا نگفته باشیم در رسانه، به خاطر ما دردای دل خودم ما همیشه گفتیم. دیگه بازم با تمام هموطنان عزیز خود یکی دی خوش خواهان هستم. خدا کنه که امو
مشکلات خرد و کوچک بینشان داشته باشند، در روزی به بزرگی که دیگر ببخشند و در آغوش بگیرند، چون دایی هم الله راضی میشه، هم پیغمبر ما و هم خود ما مسلمان هستیم، باید این کار بکنیم. خلیل جان، وروستی پیغام ستا ما وروستی پیغام د لیدونکو ته او د اختر دویمه ورځ وروستی شیبې دي نو د پیغام مې دا نو په کال کې دو دفعې اختر راځي، باید اختر په خوشحالۍ سره ولمانځو او خپلو ملګرو سره، خپل پلار سره، مور سره باید په خوشحالۍ سره ولمانځو و اختر خو کال کې د دفعې راځي نو باید خوشحالۍ سره سره ولمانځو. سپاسگزار هستم از همه تان، سپاسگزار هستم از اینکه وقت دادین. این دیگه برنامه خلاص شد. نال خلیل جان میتونه هر نقطه افغانستان که دلش میخواد بره سفر کنه و از طبیعت بکر و دست نخورده افغانستان عزیز ما لذت بره. بریم به سمت اتاق فرمان، میان برنامه کوتاهی را میبینیم. همچنان ورزشکاران دیگری هم حضور دارند و با اونا هم صحبت هایی خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. مدثر نایب خیل هستم، عضو تیم ملی بوکسینگ افغانستان. عید از صمیم قلب هموطنان عزیزم تبریک میگم. امیدوار هستم که اطاعت عباداتشان قبول درگاه حق باشد. اختر د زړونو نږدې کېدو ورځ ده. راځئ کینه او حسد له زړونو لرې کړو. کوچنی اختر مو مبارک شه. بیا هم ښه راغلاست خوږو کتونکو. اختر له اتلانو سره تاسې له ملي سپورټ څخه ګورئ. زموږ سره یو ځل بیا قهرمانان او اتلان په سیټ کې شتون لري. میلا جان لږ څنګه مو یادونه وکړه، موږ دلته تنها نه یو، دغه اختر کې موږ بختور یو چې له اتلانو سره یې تېرو. بله، خدا رو شکر و جای خوشبختی است که باز هم ما میزبان 5 ورزشکار، 5 قهرمانی که از سالیان خیلی دور در رشته مبارزات آزاد افغانستان فعالیت داشتن، افتخار آفرینی کردند برای مردم افغانستان، برای پرچم افغانستان. اینجا میزبانشان هستیم. فکر کنم همهشان شاگردان استاد موسی افغان هستند و میشه گفت کاروان استاد موسی افغان را در شب دوم عید با خود داریم. نو له دوی سره به خبرې اترې د اختر په اړه ولرو او همداشان ګیم هم له دوی سره وګورو چې په دې ګیم کې کوم یو بریالی کېدلی سي. نو دلته د استاد موسی د افغان د شاګردانو ترمنځ یو مقابله لرو. البته د فری فایټ مقابله نه لرو، یو څه ذهنی گیم ده. گیم‌های ذهنی است دیگه. بله، ببینیم که همون قسمی که در داخل قفس مبارزه میکنن، عرق میریزانند و دستاورد کسب میکنند، در بازی های امشب ما چگونه عملکرد از خود به نمایش میگذارند. فراموش نکنید گیم شو داریم با 5 ورزشکاری که در بخش دوم برنامه با ما حضور داره. لاندې اختریز پیغامونه ګورو. له اختریز پیغامونو څخه وروسته خپرونه دوام لري. با یاری خداوند ماه رمضان به پایان رسید و دلها به نور ایمان و الطاف الهی روشنایی یافت. عید سعید فطر مبارک هموطن. سلامونه او نیکې هیلې. زه درویش رسولي د کوچني اختر مبارکي تاسو ټول هیوادوالو ته وایم. راځئ د اختر دا مبارکه ورځ د یووالي، صبر او شکر سره ولمانځو. کوچنی اختر مو بختور. بیا هم ښه راغلاست او هرکلی اختر له اتلانو سره عید با قهرمانان. نو ښکلې او په زړه پورې خپرونه، ښکلې شیبې، اختري شیبې مو تردام کړې له اتلانو او قهرمانانو سره لرلې. دلته نو 15 تنه نور قهرمانان او اتلان را سره شتون لري. له دې سره به شروع کړو. نو مهرباني په لومړی کې ښه راغلاست درته اختر مو مبارک شه. دا مایک واخلئ، لومړی کې لیدونکو ته ځان هم په پوره ډول سره معرفي کړئ او اختر مو هم مبارک شه. تشکر بسیار زیاد. سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت دوستانی که ما را مکنون از طریق پردای تلویزیونشون تماشا میکنند. و اولتر از همه عید سعید فطر را بر شما و تمام امت مسلمه افغانستان و تمام جهان تبریک و تهنیت عرض می‌داریم. امید که عید خوش مملو صمیمیت را کنار خانواده و دوستان سپری کنند. سپاسگزار هستم. تاسو ته هم ښه راغلاست او اختر مو مبارک شه. ښه راغلاست، ستړي مه شئ.
بخیر باشین. سلام خدمت شما. روید ابراهیمی هستم، قهرمان تیم ملی افغانستان. عید سعید فطر به تمام و شما و دوستای عزیز تبریک میگم. سپاسگزار هستم. همچنان در کنارش سمیع الله عطل هم حضور داره. عیدت مبارک سمیع جان. عید شما مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز شما و بسیار تشکر. سپاسگزار هستم. و همچنان دو مهمان معزز دیگر هم در کنار ما است که در قسمت راست ما نشستند و حضور دارند. دستگیر قدوسی مشهور به خبیب افغانستان. روی موضوع خبیب صحبت میکنیم. اول بریم یک شناخت نسبی از خودش داشته باشیم، باز روی که چند خبیب در کل در افغانستان و بیرون از افغانستان از خودش باز صحبت میکنن. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام خداوند بخشاینده مهربان. دستگیر قدوسی هستم که مشهور به خبیب افغانستان. عید سعید فطر اول به شما، بعد از شما به فامیل محترمتان و به هموطنان عزیز خود تبریک میگم و امید که عید خوش پشت سر عید خوش داشته باشند. تشکر. سپاسگزار هستم. سراغ خبیب افغانستان میریم به سمت ویس ابراهیمی. خسته نباشی. عید مبارک. عید را تا این دم چگونه آغاز کردی؟ روز دوم عید است. بخیر باشین. اولتر از همه سلام به شما و هموطنان عزیز. عید سعید فطر است. به تمام هموطنان تبریک میگم. ویس ابراهیمی هستم، یک تن از ورزشکاران مبارزات آزاد. بسیار خوش آمدی. صفا بخشیدی، افتخار بخشیدی. بریم ابتدا از خبیب افغانستان صحبت بکنیم. خبیب جان، امی تخلص و اسم مستعار خودت گذاشتی روی خودت یا اینکه دوستا و هموطنان ما لطف کردن و خودت را خبیب افغانستان نامیدن؟ تشکر. زنده باشی. خوب گپ اشاره کردی. والا ما خو بسیار کوچک بودم که میمیل با میمیل آوردم دیگه. ما در یک مسابقات موتور اشتراک کرده بودم دیگه که حریف ما کارهای مکنیگر میکرد دیگه. باز حریف بسیار قوی بود. باز استادم مرا گفت خبیب داره و جانش دیگه. باز همی استادم بود که لقب خبیب برام داد. مگم چهرهشم داری؟ چهرهشم دارم. خوگم استاد دیده بود که میگه استعداد جان. ما پرملو کې فکر کوم چې د دې ته به د دې قواري او سهرې له مخې خبیب ته نوم ورکول کېږي، لقب ورکول کېږي، ځکه چې ډېرې سهره نوم ورته ورته. بله. باز مسابقه چطور شد؟ کانر مکگریگر زدی یا خوردی از پیش مکگریگر؟ نه، او را نکاوت کردم. بسیار خوب. همون قسم خبیب اورجینال نکاوت کرد مکگریگر، خودت هم اوتش ساختی. بله. انشالله به خودت برمیگردیم. میریم به سمت استاد نصرت شریفی. استاد، این چگونه سپری شد روز اولش، حالا که در روز دومش بودیم، روز دوم هم خوشبختانه سپری شد. به نظر خودت کدام تفاوت‌هایی نسبت به مسابقه هست در ایدا؟ مزه سابق مونده یا نه؟ شهیدی صاحب، عید دیگه شکر الحمدلله همین روز اول دیگه دومش هم بخیر سپری به خوبی به خوشی سپری شد. بله. نخیر دیگه اون لذت که در سابق بود دال نمانده و عید اصلا که است زمان طفولیت یک لذت خاص داره. بله. چون انسان هر چقدر بزرگتر میشه و جنجالای زندگی، مشکلات زندگی دیگه بیشتر میشه و مزه عیدی که پاره انسان قدر نه. بله جان. روحی جان ډېر زیات غوسه ده، نه پوهېږم روزې تاثیر پرې کړی، موږ د اختر دومره ورځې چکر ور خراب کړی. چی گپ است؟ صبح تر چرا قار هستی؟ شهیدی صاحب نیستم، قار نیستم، من رقم هستم. همدار شد جستش همین قسمی هست. نو نال خو اختر ده خیر. روزایی دست. خو خیر تیپت خو همین رقم است نه؟ تیپ هم همین رقم است. از جایی که امروزی دست یک خنده خو کم. شهیدی صاحب میگه که روی جان میگه دعوت کردیم چکرهایش خراب کردیم که اون موضوع نباشه. نه خدا نکنه. خو خیر روز سوم چهارم عید بخیر چکر بزنیم ان شاء الله. روزای چکر است نه؟ روز سوم بخیر روز چکر است. امی عیدم به خاطر همون طفلا و قسمی که شریفی صاحب گفت از ما هر روز عید است، هر روز که خوش باشیم همون روز عید است. به نظرم از ما همون قسمی است، هر روزی که در جیبم پول باشه خوش باشم همون روز به ما عید است. بله. و همچنان سمیع جان عطل هم هست. از خودت میپرسیم سمیع جان، برنامه تمرینی در شبای رمضان، روزهای رمضان چگونه بود و سرانجام پس از 30 روز رمضان کل ما خدا را شکر یک نفس راحت کشیدیم، یک استراحت کردیم، در کنار عزیزای ما هستیم. از خودت چگونه بود؟ دیگه
در ماه مبارک رمضان ما یک تایم تمرین میکردیم که بسیار خوب تمرین های فیزیکی میکردیم، سپارینگ نمیکردیم به خاطر که روزی ما خراب نشود. دیگه روزای خوب بود دیگه. ماه مبارک رمضان خوب بسیار خوب گذشت دیگه. حالا عید است بسیار خوب میگذره. بله بسیار خوب. انشالله به همه تان برمیگردیم. همکارای اشاره میکنه بریم به یک گیم شوی آماده است و شهیدی صاحب اگر لطف بکنن از دو گروه اول خبیب جان انتخاب کنیم. بله اول خبیب انتخاب میکنیم. نصرت جان. بله بله. خب بیا ما میگیم برای شما تشریح کنیم. کلاهت باید داشته باشی دیگه. کلاهت داشته باش. کلاه نباشه مردم میگه که خبیب فیک است. بیان امیرم که تون داشته باشه. خب خوگو کتون کنو گیم دا شایده دوړ قهرمانان خو را سره پوی دی. خبیب به نصرت یو شمیره کوي که چیر نصرت نه شمیره ووهله یا وتوانېده چې په صحیح توګه سره ټارګټ کړي نو نصرت به نمره اخلي. همدا شان یو بل ته به چلنج ورکوي. نو مهرباني په لومړیو کې خبیب کومه شماره غواړي چې نصرت باید ټارګټ کړي؟ شماره 8. نو وګوره چې اتمه شماره ټارګټ کولی شي که نه؟ نو اتمه شماره خو په ځای پاتې سوله. نو تاسو هم یو شماره ورته انتخاب کړئ. ډېر زیات کمه فاصله باندې میرا جان. نو ډېره کمه نمره خو خیر یو شماره بیا هم تاسو ورته انتخاب کړئ. شماره 4. مهرباني. نو نشو خبیب نو چانس ډېر زیات دی ځکه چې همون معقوله است دیگه کمی تیرای شریفی صاحب هیچ به تارگت نمیخوره. نو مهرباني ښه نو نتوانېدل چې هغه سي ټارګټ یک چانس دیگه یو چانس به بل ورکړو. نو مهرباني یو بل شماره انتخابولی شئ. خب ما شماره رو برای تا انتخاب میکنم. خبیب شماره 6. خب با نصرت جان که نصرت جان ډېر یو طرف بل طرف ته ولي اوله شماره باندې انتخاب کوم که چېرې خطا کېږي بیا یو نمره به ترلاسه شي. شماره که بزن. بله نو نشو مهرباني. نو بسیار تشکر. د دې ځای داوري ته وکړي نو دا بریالی څوک شو؟ فکر کوم چې خبیب یو څه هدف خبیب نزدیک ساخته بود. خب دمو تارگت یک دانه پنش نصب شد دیگه. همون قدر میفهمیم که از سه نشانه که خبیب زد یک تاش پن شد از شریفی صاحب هر سه تیرش به هدف نخورد. مایک من متاسفانه همی چیز لو کج بوده که همی جای که هدف میزدیم همی کج بود که میزدم پایین افتاد. نو خبر نزند انتخابه آلمون خود سیده است کلگی میبینی چه قسمی کج بوده او بغل بر خبیب سیده بود. قضاوت بلیدیم کن. بسیار خوب. بله پایان بخش اول میان خبیب و نصرت شریفی از سه هدفی که این دو ورزشکار ما به سمت تارگت زد. خبیب یک پن توانست که دمودار قرار بده و از نصرت شریفی بدبختانه بگم که تیراش نخورد به هدف دیگه. کل برنامهش به خاک یکسان شد. انشالله که در دیگه بودای زندگی قسمی به چانس نباشه. بازی را با دو ورزشکار دیگر ما آغاز میکنیم. ویس ابراهیمی و همچنان روحید ابراهیمی. از هر دویشان خوش میکنم که اینجا در کنار من حضور پیدا بکنن و روال برنامه را فهمیدین که باید چی بکنین. یک شماره را خودت انتخاب میکنی، یک شماره را فکر کنم برادرام هسته اینجا دیگه نبرد دو برادرم هست. نو دلته د ورونو مقابله وګوره چې کوم رول بریالی کېږي خو بیا کور کې یو بل ته چلنج ورنه کړئ. دلته نو خپل کمال وښایه. دا د ذهن لوبه نه نو. روال برنامه را خو فهمیدین که از چه قرار است. یک شماره را خودت انتخاب میکنی، جانب مقابل هدف میزنه. یک شماره را شما انتخاب میکنید، رفیق ما هدف میزنه. بسم الله شروع بکنید. شماره 7. ویس ابراهیمی شماره 7 انتخاب کرد که باید روحید ابراهیمی بگی از اون دار برام خارج است. شما یک شماره انتخاب بکنید. شماره 4. شماره 4. مگه می بیادرد که مدارا میکنه. اوه به هدف نخورد. نو دا دواړه ورونه په پلان سره راغلي. شماره 5.
شما باید شما رفت. از دو تیری که شلیک شد به تارگت قرار نگرفت. این حال یک شماره رو من براتون انتخاب میکنم. خب وایس جان خودت شماره اول بزن ببینیم که چه قسمی است. نگفتی من وسط زدن نمیتونم تو. خب این حال خودت به خاطر که چی نشه امی هر شماره رو که دوست داری بزن. امی شماره 9 رو بزن. مقصد تارگت زد. بیشک اینما آزاد ماندم دیگه، دلخواست زدی تارگت زدی، مستقیم وسط زده دیگه. اگر کدام جایزه اعلی باشه روی جان از آن خود کرد. بسیار تشکر، سپاسگزار هستم. میشه به جایتان تشریف بیارین و میریم به سراغ میمان بعدی ما. بسیار خوب. از 4 ورزشکار ما که گیم بازی کردن سرانجام 1 نفر یا 2 نفرشان تارگت زد، دیگه کلشان زدن حاشیه را. و سمی عطل به خاطری که به اصطلاح وطنیش باشه شب روز عید از شوخی بکنیم همراهشان آفساید برآمده دیگه. از این با سوال پیش بریم. سمی جان خودت در کناری که رشته مبارزات آزاد پیگیری میکنی در سرگرمی ها، کدام سرگرمی را دوست داری و معمولا انجام میدی؟ ما در ضمن ورزش MMA کرکت هم بازی میکنم بعضی وقت. بسیار خوب. یک ورزش پروفشنال است. والا دیگه ما سرگرمی گفتیم. نه امی کرکت دوست دارم. بسیار خوب. دیگه کاغذ پرانی و تشله بازی و چیزا خو نه او چیزا خوشم نمیاد. اینیا سرگرمی است، چیزی که تو گفتی یک رشته بسیار پروفشنال و بسیار قدرت میخواد، فیزیک میخواد که پیش ببری. بسیار تشکر. سمی جان ډېره زیاته مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه به چې له تاسو څخه مطرح کړم، د کرکټ لوبو په لړ کې، د اخترو په لړ کې، د MMA په لړ کې، خو ټوله کې د ټول ژوند په لړ کې کومه جالبه خاطره لري چې ډېره زیات درته جالبه شوې ته هم په اختر کې لیدونکو ته او لیدونکي هم وخاندي تر څو د اختر دویمه شپه په خوشحالۍ پرې تېره شي نور هم؟ والا داسې خاص خاطره نه لرم. نو ورزش هم کوو، کرکټ هم بعضې وخت کې کوو، خاص خاطره تر نه لرم. ځان خلاص کړو، د ژوند ټوله خاطره. بسیار خوب. بسیار خوب. بسیار کوتاه من حیث پرسش آخر از سمت خبیب، اگر شما اجازه بتین از سمت شروع بکنیم، از خبیب افغانستان میپرسیم. حالا که 30 روز ماه مبارک رمضان هم به اتمام رسید، انشالله که پر دستاورد بوده باشه برای کل ما و روزای عید هم دیگه آهسته آهسته رو به ختم شدن است. از برنامه خودت برای ما بگو، برای علاقمندایت بگو که کدام مسابقه در آینده های نزدیک زیر کار است یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان خوب خیر، یک ماه بود، یک ماه پربرکت بود که تیجی تعالیم دوم عید است. دیگه عید هم بخیر خلاص شد. دیگه ما هم تمرینات خود شروع کردیم. بعد از امید 3 روزی تمرینات شروع کردیم. دیگه مسابقه دارم در پاکستان، همراه حریف پاکستانی خود. دیگه علاقمندای منتظرم باشه. بسیار خوب. علاقمندای خبیب افغانستان منتظر باشیم که باز هم خبیبتان پا به قفس مبارزه میگذاره. بسیار کوتاه ویس ابراهیمی خودت هم اگر از برنامه‌ات برای ما بگویی بسیار کوتاه فشرده. تشکر، بخیر باشین. دیگه رمضان بخیر تمرین کردیم، بخیر انشالله مسابقه داریم، بخیر بیرون مرزی دیگه دمو بخیر تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، انشالله یک نتیجه خوب بدیم. انشالله. نصرت جان څخه به شروع کو، په وروستۍ کې مو لاند پیغام لیدونکو ته وړاندې کړئ که چیرې کومه خبره لرئ په زړه کې مو څه پاتې وي، لاند پیغام ولرئ تاسو څخه شروع کو. کدام برنامه دارین، مسابقه دارین؟ والا برنامه خود داریم. امی رمضان هم هر روزه تمرین میکردیم. ما یک روز در کلاب خود تمرین میکردیم، یک روز در کلاب استادم آجی صاحب استاد محمد موسی افغان تمرین میکردیم. بخیر تقریبا 45 روز، چون تاریخ در مسابقه معلوم نیست، اینمی تاریخ خاص مقصد امی 40 یا 45 روز بعد عید بخیر مسابقه است در کشور پاکستان. دیگه خدا کنه بتانیم پرچمداری خوب از کشور ما کنیم. نیمی هدف که داریم بیادر این نیمی سربلندی، به خاطر سربلندی وطن می‌جنگیم، به خاطر سربلندی بیرق این میکافی. روی جان تشکر از شما. روی جان وروستی پیغام لري، کومه خبره د پزړه کې پاتې به هر څه ویل لري، کمره په خدمت کې د لیدونکو ته ویلی شي. سلامت باشی. پایم خاص ندارم. دو ماه بعد ان شاء الله مسابقه است، مسابقه تیم ملی
دعا کنین د اول شو انشاءالله انشاءالله چې بریاوې ترلاسه کړې. سمیع جانه وروستی پیغام د لیدونکو ته وړاندې کړه او دا خپرونه به هم پای ته ورسېږي. سعید انشاءالله زه کوم خاص پیغام نه لرم. بعد د اختر نه انشاءالله د افغانستان غواړم چې یو ښه نمایندګي وکړم. نو پاکستان هیواد کې چې غواړم د افغانستان بیرغ جګ کړم خپل هیوادوالو ته او دا غواړم چې ما سپورت کې حمایه کې تر څو د افغانستان بیرغ کوچت کنم. سپاسگزار هستم. انشالله که سفرتان پر دستاورد باشه، برین و با دستان پر دوباره به کشور عزیزمان برگردیم. ما هم به این ترتیب میرسیم به پایان ویژه برنامه ما با قهرمانان در شب دوم عید فطر. فراموش نکنید برنامه های دیگر ملی سپورت فردا هم برنامه خوبی را همکاران ما در نظر داره. بازیکنان رشته های مختلف، قهرمانان رشته های مختلف مهمان ما هستند. با اونا هم گفت و شنودی خواهیم داشت. از برنامه های آیندهشان خواهیم شنید. تا روزهای بعد و برنامه های بعد شما را به خداوند منان و بینیاز میسپارم. همچنان بیننده بقیه برنامه های ملی سپورت و ملی نیوز را نیز بیننده باشید. خوږو کتونکو اختر د مینې موسم دی. حسد او کینه له زړونو څخه لرې کړئ او یو بل سره پخلا شئ، د یو بل کورونو ته ورشئ. ډېره زیاته مننه چې له موږ سره وئ. ښه اختر ولرئ، خوشحاله اختر ولرئ، ښې ورځې ولرئ. تر بیا مو لیال عمل شه.